بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. امروز 8 مهر مصادف است با 3مین سالگرد جمعه خونین زاهدان. قبل از صحبت‌های من تصاویر کودکانی که در این روز سیاه به شهادت رسیدند رو دیدید. امروز 8 مهر هست. بسیاری از دانش آموزان امروز پشت میز درس و مدرسه قرار گرفتند، اما این دانش آموزان از حق حیات خودشون محروم شدند. این بچه‌های این کودکانی که به هر حال بعضی از اونها کودک کار بودند، بعضی از اونها کودکان بیشناسنامه بودند، با تیر مستقیم، شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در جمعه خونین زاهدان در 8 مهر 1401 به شهادت رسیدند. در کنار این کودکان بیش از 100 نفر دیگر از جوانان بلوچستان به خون خودشون غلتیدند و تعداد 300 نفر هم با زخم‌های عمیق این درد رو تا ابد دنبال خواهند کرد. این روز سیاه هرگز از یاد و خاطره مردم ایران و مردم بلوچستان قطعاً محو نخواهد شد. روزی تاریک برای جمهوری اسلامی و روزی بسیار تلخ برای مردم بلوچستان. در این روز شیاطین و دشقیمان جمهوری اسلامی اوامری که این دستور رو صادر کردن به هر حال رقص کنان اومدن و این ملت شریف رو به رگبار بستن. مردمی که هیچ چیزی نمیخواستن جز حق عدالت و پاسخگویی در برابر تبعیض، ظلم و تجاوزی که سرهنگ کوچکزئی در خاش انجام داد و این به اثبات رسید و حکومت به جای رسیدگی به این مطالبه مردمی جمعه خونین زاهدان رو خلق کرد و بعد از اون در 13 آبان جمعه خونین خاش به وجود اومد که اون هم به نوعی کپی برداری شده بود از جمعه خونین زاهدان و با همون سبک و سیاق اومدن مردم رو به خاک و خون کشیدن. این 2 روز سیاه قطعا در تاریخ بلوچستان و تاریخ سرزمین ما ایران ثبت خواهد شد. قطعا این 2 روز رو مردم بلوچستان هرگز از یاد نخواهند برد. قطعا قاتلان و آمران که چندی پیش در مسجد مکی حاضر بودند و به هر حال این رو تحت عنوان یک کاری که مجازات آنچنانی نداشت اومدن تعریف کردند و به زعم خودشون ختم به خیر کردند که قطعا این گونه نخواهد بود. جوانانی که در این روز به شهادت رسیدند امروز سر در گریبان خاک هستند. امروز اونها میبایستی در کنار خانوادهشون بودن، حق حیات داشتن. اونها میبایستی امروز پشت میز درس و مدرسه میبودن، اما این رو از اونها سلب کردن. بعد از جمعه خونین زاهدان چه بر سر مردم بلوچستان اومد؟
بیایید ببینید فشارها، تهدیدها، اعدامها، دستگیریها، به بند کشیدنها دوچندان شد. هیچ تغییری در روند معیشتی مردم به وجود نیامد. هیچ تغییری در روند آزادی اعتقادات مذهبی و دینی مردم به وجود نیامد. هیچ گشایشی در رابطه با معیشت مردم به وجود نیامد. هیچ گشایشی در رابطه با مسئله بیشناسنامه ها به وجود نیامد. هیچ گشایشی در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل به وجود نیامد. به جای اون امروز شاهد هستیم که بچه های خردسال بلوچستان که میبایستی امروز در مدرسه می بودن، به دلیل فقدان اسناد هویتی از مدرسه اخراج میشن. امروز به دلیل بلوچ بودن و مردم به بلوچستان رو شما شاهد هستید که مرز روتک رو میبندن و اجازه نمیدن اون اندک درآمدی که برای زن و بچه خودشون کسب کرده بودن رو داشته باشن. و این پاداش مردم بلوچستان بود که آمدن دلجویی کردن و این پاداش ها رو دادن. از اونجا به بعد اعدام ها رو شما شاهد هستید، دستگیری ها رو شاهد هستید. بیایید یک روند تعداد اعدام ها رو از جمعه خونین 1401 از 8 مهر مقایسه بکنید با سنوات گذشته. قطعا شاهد این هستید که این اعدام ها دوچندان شده. و بعد از همه مهمتر این که وقتی این آقایونی که عامل اصلی قتل های جمعه خونین زاهدان و خاش بودند اونجا اومدن و در مسجد مکی نشستند و گفتند و برخاستند، آیا حاضرند تعدادی از بلوچ هایی که امروز زیر حکم اعدام هستند بیان بگن اینها رو هم ما میبخشیم، اینها رو هم ما آزاد میکنیم؟ اما این گونه نیست. بعضی از این ریش سفیدانی که به زعم خودشون ریش سفیدن بر این آتش دمیدن و همراهی کردن با ظالم، با ظلم و همراهی کردن با جنایت هایی که علیه مردم بلوچستان صورت گرفت. این مقدمه رو گفتم، اخبار رو میشنویم. برمیگردیم با مهمان عزیزمون جناب آقای شیر احمد شیرانی، سردبیر سازمان حقوق بشری هالوش هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. شما هم میتونید پیام‌های خودتون رو در این برنامه با ما به اشتراک بذارید. اخبار رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. رفراندوم بگذارید، رفراندوم و ناظران بین المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید. مولانا عبدالحمید با گرامی داشت شهدای 8 مهر معروف به جمعه خونین زاهدان گفت که خاطره مظلومیت شهدا همواره زنده خواهد ماند و مطالبه عدالت و رفع تبعیض‌ها همچنان ادامه دارد. مولانا همچنین خواستار رسیدگی به بحران‌های کشور، مبارزه با فقر و تبعیض و اتخاذ سیاست‌های عاقلانه برای مقابله با مشکلات در کشور شد. پس از رسانه‌ای شدن حکم 10 سال حبس نمایشی برای مأموران دخیل در کشتار جمعه خونین زاهدان، مصطفی مهامی نماینده علی خامنه‌ای در بلوچستان در اظهاراتی کنایه‌آمیز و حتی تهدیدآمیز منتقدان از جمله مولانا عبدالحمید را به صورت غیر مستقیم تهدید کرده و گفت در فضای سیاسی وقتی برخی تیربنداران استان همواره بر توهم تبعیض تاکید می‌کنند و می‌گویند تبعیض است و حق ما داده نمی‌شود، نتیجه این می‌شود که یک جوان احساس مظلومیت کند و با اسلحه دست به اقدام بزند. حواستون باشد بازتاب کار شما اگر چنین شود در خون این افراد شریک هستید.
همزمان با سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان، خیابان‌ها و معابر این شهر شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی با خودروهای زرهی و جنگی بود. منابع محلی میگویند فضای زاهدان به شدت امنیتی است و نیروهای مسلح در نقاط مختلف شهر مستقر شدند. به گفته این منابع، علاوه بر زاهدان، سایر شهرهای بلوچستان همچنان خاش نیز از ساعات اولیه صبح امروز با فضای سنگین امنیتی مواجه شدند. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، یک کودک دانش آموز بلوچ از منطقه مرزی شهرستان میرجابه در ویدیویی خطاب به مسئولان گفت که به دلیل بسته شدن گذر مرزی روتک و بیکاری پدرانشان، خانواده‌ها توانایی خرید دفتر و قلم، حتی کتاب را هم برای فرزندانشان ندارند. یک شهروند بلوچ در مسیر روستایی اطراف پایگاه دهم شکاری کنارک از ناحیه پا هدف تیراندازی سربازان این پایگاه قرار گرفت. گفتنی است که این مسیر تنها راه ارتباطی سریعتر برای روستاییان است و بسیاری از مردم به دلیل مشکلات رفت و آمد ناچارند از آن استفاده کنند. با این حال، نیروهای نظامی مستقر در پایگاه بارها بدون هشدار و توضیح شهروندان عبوری را هدف گلوله قرار داده‌اند. جمعی از صیادان زرآباد از خسارت سنگین به تجهیزات ماهیگیری خود خبر دادند. به گفته آنان، مسئولان محلی بدون اطلاع رسانی و هماهنگی قبلی و به بهانه بازگشایی جاده، تمامی تورهای ماهیگیری که در کنار جاده قرار داشته را با لودر به دریا انداخته و باعث پاره شدن و حتی نابودی آنها شده اند. شماری از شهروندان با انتشار ویدیویی نسبت به بسته بودن نمازخانه بیمارستان امام علی زاهدان اعتراض کردند. به گفته معترضان، بیماران و همراهانی که از شهرهای مختلف استان به این بیمارستان مراجعه می‌کنند، در زمان نماز با در بسته نمازخانه مواجه می‌شوند و ناچارند نماز خود را در سالن‌های عمومی بیمارستان و در جاهای نامناسب و ناپاکیزه به جا آورند. مأموران پاسگاه مرصاد با وکلات دشتیاری اقدام به پرتاب سنگ به سمت خودروهای سوختبر در حال تردد کردند. به گفته منابع محلی، یک خودروی سایپا خالی که گازوئیل تخلیه کرده و در حال بازگشت به خانه بود، هدف پرتاب سنگ قرار گرفت. شاهدان عینی میگویند که مأموران با قرار دادن سنگ بزرگ داخل کیسه آرد، آن را به سمت خودرو پرتاب کردند. روشی که به گفته آنان شکل تازه‌ای از آزار و تهدید سوختبران است. شهروندان زیبا شهر چابهار از تخریب چند باری مسجد در حال ساخت این منطقه توسط بنیاد مسکن خبر دادند. به گفته یکی از اهالی، این مسجد را چند بار ساخته ایم اما بنیاد مسکن دوباره تخریب کرده است. برای ساخت آن بارها قرض کرده ایم اما با وجود تمام تلاش و مشکلات مالی باز هم اجازه نداده اند مسجد باقی بمانند و آن را تخریب کرده اند. به گزارش حالور، سردار خلیل آبادی، معاون هماهنگ کننده سپاه قدس و همزمان معاون امنیتی و انتظامی استاندار بلوچستان و سیستان، از چهره‌های محوری در سرکوب مردم در جمعه خونین زاهدان بوده و اکنون با دستور بستن گذرهای مرزی مردم بلوچ را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده است. کارگران بومی معدن طلای تفتان میگویند این مجموعه که باید زمینه‌ساز توسعه و اشتغال در منطقه باشد، به کانون تبعیض، استثمار و تحقیر مردم محلی تبدیل شده. آنها تاکید دارند که در 2 سال گذشته زیر سایه سیاستی نانوشته اما آشکار به عنوان نیروی کار ارزان و بی‌حقوق به کار گرفته می‌شوند، در حالی که مدیران و نیروهای غیر بومی با حقوق‌های چند برابری، مزایا و حتی جایگاه‌های مدیریتی بر همه امور در این منطقه مسلط هستند. مأموران بنیاد مسکن منازل شماری از شهروندان بلوچ را در روستای ذوالفقار ریگی واقع در مجاورت پلیس راه زابل زاهدان تخریب کردند. به گفته اهالی این روستا، زمین‌های این روستا نتیجه احداث و تلاش مستقیم مردم بوده و سال‌هاست که خانواده‌ها در آن سکونت دارند. با این حال، مأموران بنیاد مسکن بدون ارائه راه حل جایگزین یا حمایت از ساکنان اقدام به تخریب این خانه‌ها کرده‌اند. اهالی روستای شادی کلگ پایین با بحران جدی بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند و می‌گویند که تنها چاه عمیق این روستا که 3 تا 4 سال پیش حفر شده بود، نزدیک به 1 سال است که کاملا خشک شده و دیگر هیچ آبی برای مردم تأمین نمی‌کند. در این مدت نیز آب شرب اهالی تنها از طریق تانکر سیار رسانده می‌شد، اما آن هم از چند ماه پیش با بهانه
همچون خرابی خودرو و یا مشکلات شخصی راننده قطع شده و حالا مردم در وضعیت بی‌آبی مطلق به سر میبرند. حمید چوت‌آبادی شهروند کارگر بلوچ توسط نیروهای امنیتی در حین کارگری سر ساختمانی در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از علت بازداشت وی هیچ اطلاعی در دست نیست. شماری از خانواده‌های بلوچ در زاهدان با فرزندان خود به یکی از مدارس زاهدان با نام استقلال مراجعه کردند، اما مدیر مدرسه اعلام کرده که دانش آموزان بی‌شناسنامه دیگر اجازه ادامه تحصیل ندارند. والدین این دانش آموزان میگویند که فرزندانشان چند سال است در همین مدرسه مشغول تحصیل بوده و برخی از آنها حالا کلاس سوم ابتدایی هستند، اما ناگهان با تصمیم جدید از ادامه تحصیل محروم مانده‌اند. شماری از دانش آموزان بلوچ فاقد شناسنامه با بخشنامه جدید آموزش و پرورش از کلاس درس اخراج شدند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد این دانش آموزان پس از اخراج و ترسیم آینده تاریک برای خود بغضشان ترکیده و گریه کرده‌اند. در پی تعقیب و گریز و تیراندازی نیروهای نظامی پاسگاه حسن لگی به سمت یک دستگاه خودروی سوختبر در محور مواصلاتی بندرعباس به مینا و اصابت گلوله به لاستیک خودرو که منجر به انحراف و برخورد با یک کامیون شد و سپس دچار حریق گشت، راننده سوختبر با هویت بنیامین اسحاق زهی جان باخت. مولوی حبیب ارباب زهی، عالم اهل سنت بلوچ فاقد شناسنامه در ایست و بازرسی کوله سنگی توسط مأموران اداری اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. پس از آن یک شخص فاقد شناسنامه دیگر با خانواده مولوی حبیب تماس گرفته و اعلام کرده که آنها از کشور اخراج شدند، اما وی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات است. وحید ریگی شهلیب سوختبر بلوچ در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی در ریگان در اثر انفجار خودرو در آتش جان خود را از دست داد. با آغاز سال تحصیلی جدید بسیاری از دانش آموزان در جنوب بلوچستان به ویژه منطقه پلان که زیر نظر آموزش و پرورش پلان شهرستان چابهار هستند همچنان بدون سرویس مدرسه رها شدند. به گفته مردم محلی، دانش آموزان 9 پارچه آبادی منطقه پلان نه وسیله نقلیه‌ای برای رفت آمد دارند و نه حتی حمایت حداقل از سوی مسئولان آموزشی و مجبور هستند پیاده مسیر طولانی مدرسه را طی کنند. بر اساس گزارش‌ها با آغاز سال تحصیلی جدید شماری از دانش آموزان بلوچ در شهرستان سراوان و روستاهای دهک، اسفندک و مناطق همجوار به دلیل نداشتن شناسنامه از ادامه تحصیل باز ماندند. این در حالی است که بسیاری از آنان سالهای گذشته در همین مدارس تحصیل کرده و حتی شاگرد اول کلاس‌هایشان بودند. مأموران سپاه پاسداران در شهرستان راست یک شهروند بلوچ را بدون هیچ دلیل مشخصی بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار داده و مدارک و وسایل شخصی او را ضبط کردند. این شهروند در ویدیویی گفته که جلوی مغازه ایستاده بودم که مأموران سپاه آمدند، به بهانه ایجاد مزاحمت من را گرفتند، کتک زدند و لباسهایم را پاره کردند. ماشین و مدارکم را بردند و بعد از آن کتک زدند و رهایم کردند. ناصر دهمرده شهروند بلوچ توسط مأموران پلیس راه زاهدان میرجابه بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. مأموران این شهروند را به رغم داشتن مدارک هویتی به عنوان فرد فاقد مدارک بازداشت کردند. خانواده او پس از مراجعه به پلیس راه پاسخی مبنی بر انتقال وی به اردوگاه دریافت کرده اند. جمعی از رانندگان بلوچ در مرز ریمدان از معطلی‌های طولانی و اخاذی‌های غیرقانونی مسئولان گمرک و فرمانداری شکایت دارند. آنان میگویند روزهاست در پارکینگ بادپا بدون امکانات اولیه گرفتار شده اند. یک زن جوان باردار بلوچ به دلیل نبود پزشک متخصص در بیمارستان ایران شهر جان خود را به همراه نوزادش از دست داد. این شهروند عالمه و مدرس مکتب دینی هم بوده که برای زایمان به بیمارستان ایران شهر مراجعه کرده بود، اما به دلیل کمبود نیروهای متخصص و نبود امکانات کافی جان او و نوزادش را نتوانستند نجات دهند. مأموران نظامی در کهنوج به سمت یک خودروی سوختبر شلیک کردند که بر اثر اصابت گلوله به لاستیک خودرو در حال حرکت منجر به واژگونی و انفجار خودرو و جان باختن 2 سوختبر از جمله یک نوجوان شد.
هویت این دو سوختبر جان باخته، بنیامین نارویی 17 ساله و عبدالباسط نارویی 27 ساله، هر دو اهل و ساکن شهر قلعه گنج احراز شده است. دانشجویان پردیس شهید مطهری زاهدان در نامه‌ای به رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور از سوء مدیریت شدید و رفتارهای تلافی جویانه برخی مدیران پردیس خبر دادند. آنها میگویند دانشگاه به جای محیط آموزشی به محلی برای انتصاب خانوادگی و زد و بند تبدیل شده است. مولوی خلیل آسوده از فعالان فضای مجازی و فارغ التحصیل مسجد مکی زاهدان که با نام مولوی برکت شناخته می شود، در نزدیکی مصلی مسجد مکی هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. مهاجمان با سلاح سرد یا همان چاقو به او یورش برده و وی را مجروح کردند. ندارید رفراندوم بگذارید، رفراندوم و ناظران بین‌المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید. سلام مجدد خدمت شما همکاران عزیز، بیدرنگ و مردم عزیز. میخوام بیدرنگ میریم سر وقت مهمان عزیزمون جناب آقای شیر احمد شیرانی، سردبیر سازمان حقوق بشری هالبشت. جناب آقای شیرانی خوش آمدی به برنامه سیمای بلوچستان. همونطور که شما مستحضر هستید امروز 8 مهر مصادف با 3مین سالگرد جنایت بزرگ علیه بشریت و جمعه خونین زاهدان و بعد از اونم جمعه خونین خاش رو داریم. خب یکی دو هفته پیش هم شاهد بودیم که آمران اصلی این جنایت ها به نوعی در مسجد مکی حضور پیدا کردن و صحبت از صلح و آشتی کردن که آقا بایستی بشینیم کنار هم دیگه و آشتی بکنیم و همه چیز ختم به خیر بشه و ما دیه پرداخت میکنیم و قاتلانی که اینجا قتل کردن به 10 سال حبس محکوم میشن. البته نه قاتلی مشخص هست نه نامی مشخص هست که این قاتلان کی بودن و میخوایم دیه پرداخت بکنیم و به هر حال در 3مین سالگرد این جنایت بزرگ این گونه خواستن به هر حال این مسئله رو جمع بکنن و تمومش بکنن و تعدادی هم از آقایون ریش سفیدانی که از همون روز اول پا در رکاب حاکمیت داشتن و دنبال این بودن که بیان اخذ رضایت بکنن از خانواده دادخواه جمعه خونین، اونها هم حضور داشتند و به هر حال به آرزوی خودشون رسیدن که یه جوری به زعم خودشون که ما تونستیم به هر حال دستوراتی که از حاکمیت به ما ابلاغ شده رو به اجرا در بیاریم. میخوایم این روند رو از زبان شما بشنویم. آیا واقعا حالا کسی مشخص شد که این قاتلان کی بودن، چرا این اتفاق افتاد و این بحث دیه‌ای که اینا دارن صحبتش میکنن چقدر واقعی هست و به هر حال بچه‌هایی که بی‌شناسنامه در این حادثه کشته شدن تکلیفشون چیه و به هر حال آیا مردم بلوچستان به نظر شما با این نمایشی که اجرا شد دلشون تسلا پیدا کرد؟ من هم سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای سوری عزیز و همه مخاطبان خوب شبکه جهانی کلمه و سلام ویژه دارم خدمت خانواده های شهدا، مجروحین، معلولین، بازداشتیان و همه عزیزانی که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم در جمعه خونین 8 مهر ماه 1401 دچار آسیب شدند. جناب آقای سوری، روز 8 مهر ماه واقعا در تاریخ مردم بلوچستان در کشور واقعا ثبت شد، در دنیا ثبت شد. این جنایتی که به صورت وحشیانه از سوی نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه مردم بی‌دفاع و مظلومی که برای نماز جمعه به مصلی رفته بودند حادث شد، وجود اومد. متاسفانه در هفته گذشته ما شاهد بودیم که یک جلسه، در واقع 2 جلسه، یکی در استانداری و یکی هم در مسجد مکی
برگزار شد که موضوع در رابطه با کسانی بود که هم در این حادثه آسیب دیدن، شهید شدن یا مجروح، نقص عضو و یا به هر شکل دیگه تحت تاثیر این جنایت قرار گرفتن و قاتلانی و آمرانی که به نوعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در خلق این جنایت نقش داشتند یا حداقل می توانستند از قدرتی که داشتن، قدرت اجرایی در استان، در کشور، حتی جلوی این جنایت رو بگیرن و نگذارند که مردم اینطور آسیب ببینند. جلسه‌ای که در استانداری برگزار شده بود، اعضای شورای تامین بودن که خب به نوعی اعلام کردن که بله دادگاه نظامی که در طول 3 سال گذشته پیگیر این پرونده بوده، به کسانی که به سوی مردم مستقیما شلیک کردند با گلوله‌های جنگی و 2 زمانه که بیش از 105 نفر انسان جونشون از دست دادند و صدها نفر دیگه مجروح شدند، اعلام کردن که 10 سال حبس برای اینها مشخص شده. اما اعلام نکردن که اینها چه کسانی بودند، چه درجه و رتبه‌ای داشتند، اسمشون، هویتشون، در کدام نقطه اینها مستقر بودند. به صورت خیلی مجهول، پر ابهام در واقع موضوع رو نوشتن و 10 سال حبس، در صورتی که ما میدونیم در جمعه خونین بیش از 100 نفر انسان کشته شدند و صدها نفر دیگه مجروح شدند که بسیاری، شاید اگر بگیم بیش از 1000 نفر، 2000 نفر نیروی نظامی در سطح شهر به نوعی اقدام به تیراندازی کردند، اغراق نیست. چرا که در اون حجم از جنایتی که رخ داد، از مصلی ساختان تا از خیابان خیام تا نقاط دیگه شهر، مناطقی که به نوعی نزدیک هستند به مصلی، در منطقه کوثر، در منطقه شیرآباد، در منطقه کریم آباد، در منطقه چهار رسولی، کوثر، مشترک، خرمشهر و مناطق مختلف شهر، خب از عهده مامورین یک کلانتری که مثلا کلانتری 16 که روبروی مصلی قرار داره، قطعا این اتفاق تنها از طریق اونها نبوده، خیلی از کسان بودن. فرمانده انتظامی وقت، فرمانده سپاه قدس جنوب شرق، نماینده علی خامنه‌ای، مصطفی مهامی استاندار وقت و رئیس دادگستری که همکنون هم هست، خیلی از افراد که بالاخره به نوعی از اعضای شورای تامین استان هم محسوب میشه، اینها دخالت داشتن در تصمیم گیری نیروهای نظامی و اینکه حتی از شورای امنیت ملی هم به نوعی به اینها چراغ سبزی داده شده بود که اینها این جنایت رو رقم بزنه. حالا ما میدونیم که مردم ما معترض بودن به خاطر اون حد حرمتی که به یک دختر بچه بلوچ در چابهار از سوی فرمانده انتظامی اون شهر رخ داده بود و مردم خواستار شفاف سازی و اجرای عدالت بودند. ولی در پاسخ نیروهای نظامی و مسئولین چیکار کردن؟ هم اون مسئله رو اول انکار کردن و گفتم چیزی اصلا وجود نداره و این فردی که اینجا به عنوان متجاوز داره ازش اسم برده میشه، ایشون از خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی هست. با این عنوان و القاب این مسئله رو تکذیب می‌کردند. ولی بعدها خودشون اومدن در برنامه‌های مختلف اعتراف کردن، اعلام کردن بله اون جنایت رخ داده و به همین جنایت جمعه خونین هم اینها اعتراف کردن، اومدن برچسب‌ها و نسبت‌های بسیار ناروایی به شهدا، به خانواده‌هاشون، به افرادی که اونجا به هر شکلی آسیب دیدن، اینها رو در مظنه اتهام قرار دادن، تهدید کردن. ولی بالاخره همه چیز برای مردم داخل و برای دنیا ثابت شد که برای جمهوری اسلامی عامدانه مردم رو مورد حمله قرار داده که در گزارش دیدبان حقوق بشر جمعه خونین زاهدان به نوعی خونبارترین و مرگبارترین روز اون سال در واقع اسم برده شد. همینطور نهادهای عالی حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمیته حقیقتیاب در اون فرآیندهای تحقیقات خودشون هم این رو بارها در گزارشاتشون اعلام کردن که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت شده. اما جنایتکاران و عاملان و آمرانی که میبایستی پاسخگو باشن، مجازات بشن، عدالت درباره اونها اجرا بشه، این اتفاق رخ نداد. هرچند که برای خود بنده و خیلی از فعالین و کسانی که بالاخره در رسانه ها هستند محرز و مشخص بود که هیچ وقت جمهوری اسلامی به کسانی که در واقع خودش
قاتل هست، دادگاه از خودش هست و کسانی که به نوعی دست داشته اونجا چطور میخوان این رو قاتلان رو محاکمه بکنن. به همین جهت این دادگاه همه اینها سوری بود، فرمایشی بود برای مدیریت بحران. خیلی تلاش کردند که اول بیان این رو اصلا منکر بشن، حتی آمار و تعداد شهیدان رو میگفتن 20 نفر 30 نفر، بالاخره پلکانی می اومدن بالا. خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن از طریق واسطه هایی که مشخص کرده بودن که اینها پیگیر شکایت نشن، حتی رضایت بدن، که خب اون اتفاق هم در اون مرحله رخ نداد. الان هم هنوز هستند کسانی از خانواده شهدا که در اون لیستی که حالا مسئولین به نوعی مشخص کردن اسمشون حضور نداره. بسیاری فاقدین شناسنامه هستند، از مجروحین کسانی هستند، حتی از شهدای جمعه خونین خاش هم کسانی. اصلا من با خیلی موارد که صحبت کردم اطلاع نداشتن که این جلسه در چه مورد بوده و این جلسه این که اونجا برگزار شد به خانواده ها اجازه نداده که بیان حداقل حرف دلشون رو بگن. بارها در طول 3 سال مردم و خانواده ها در مراسم مختلفی که در خود مسجد مکی برگزار شده بود، پلاکاردهایی که هنوز دستشون هست، تصاویرشون هست، گفته بودن ما فقط و فقط تقاضای اجرای عدالت رو داریم، همون چیزی که طبق قانون جمهوری اسلامی این رو چی میگه. چطور وقتی یک نیروی نظامی یا بسیجی در حالت مشکوکی جونش رو از دست میده، کشته میشه و جمهوری اسلامی میاد اون رو نسبت میده به معترضین، به شهروندان عادی و در برابر اون خون اون فرد 7 نفر 6 نفر بیشتر کمتر حتی 10 نفر رو اعدام کرده. خاطر یک ماموستای حکومتی که در سنندج کردستان کشته شده بود، در کرمانشاه 8 نفر جوان اهل سنت رو اینها اعدام کردن. برای یک بسیجی که در تهران کشته شده بود، مرگ مشکوکش 6 نفر رو اعدام کردن، قصاص دادن. چطور 100 و اندی انسان اینجا بیگناه مظلومانه آمدانه با گلوله‌های جنگی نیروهای نظامی که از قبل آماده بودن روی ساختمان‌های مشرف و مسلح سنگر گرفته بودن، کمین زده بودن، مردم رو با گلوله در قلب و سرشون گلوله‌ها رو شلیک کردن. اینها آزادانه می‌گردن، آزاد هستن و با حالا یک دیه‌ای که به اسمش رو نمیدونن چقدر چه مبلغی تعیین کردن و چقدر قراره به اینها بدن و به چه صورت بدن، هیچی مشخص نیست. هنوز پر ابهام هست. هدف مسئولان حکومتی این بود که بیان در یک جلسه از علما و معتمدین و همه اینها رو در یک جای مکانی جمع بکنن و فقط از در واقع بهره برداری سیاسیش رو برای خودشون که نیاز داشتن ببرن، وگرنه اصل نفس مسئله هست. اینجا مسئله جمعه خونی مرتبط صرفا به خانوادهش آسیب دیده نیست. همه مردم در این بعد از جمعه خونین به نوعی آسیب دیدن، هزینه دادن، هزینه های سیاسی، هزینه های امنیتی، هزینه های اقتصادی، فشارهایی که به مردم وارد شد. بسیار هزاران نفر یا چند هزار نفر از شهروندان و جوانان بازداشت شدن در شهرهای مختلف استان. خیلی ها حکم گرفتن، حبس سنگین گرفتن، خیلی ها هنوز در زندان ها هستن، شکنجه شدن. دخترانی که در بازداشتگاه ها اونها حد که حرمت شد، تجاوز و تعرض شد، خود تکلیف اینا چی میشه؟ خیلی ها کنان در زندان هستن. خانواده‌ای که الان ثبت نیستن در این لیست ها، اصلا کجا دیه دادن، به چه قیمتی؟ جوانان کودکانی که اونجا مظلومانه کشته شدن با چه مبلغی خون اینها جبران میشه؟ داغ خانواده اینا التیام پیدا میکنه. این یک در واقع خیال باطلی هست که این مسئله رو پیاده کردند و فردی که موضوع رو به نوعی پیگیری کرده استانداری بوده که از خود مردم بلوچستان گذاشتن. اصلا هدف اصلی جمهوری اسلامی از انتخاب یک استانداری که مرتبط و وابسته به اونها هست و طبق روال و سیاست‌های اونها به پیش میره، غیر از این نمیتونه باشه. بعد جناب استاندار میاد میگه من به عنوان نماینده حکومت از شما معذرت میخوام. شما اصلا در اون زمانی که جنایت جمعه خونین رخ داد جناب عالی چه مسئولیتی داشتید در استان؟ چه جایگاهی رو داشتید که بیاید از طرف چه کسی شما معذرت؟ چرا خود فرد، چرا علی خامنه‌ای نمیاد معذرت خواهی نمیکنه؟ چرا کسانی که مردم رو به گلوله بستن، فرماندهان سپاه، فرمانده نیرو انتظامی، چرا نماینده علی خامنه‌ای مصطفی مهامی که به نوعی یکی از کسانی هست که در جنایت جمعه خونین نقش داشته با دستوراتی که داده، فرامینی که داده، چرا این نیومده معذرت خواهی بکنه؟ چرا حتی حاضر نشد تا مسجد مکی حضور پیدا بکنه؟ ببینید اینها به نوع تحقیر عدالت هست، تمسخر عدالت هست، تحقیر خانواده‌های شهدا هست، تحقیر همه مردم بلوچ هست. وقتی 1 سال و نیم مردم بلوچ، مردم زادان و کل استان در کف خیابان فریاد عدالت می‌زدن،
چرا اون موقع اینها صدای مردم رو نشنیدن؟ مردم رو با در جمعه ها هر روز سرکوب میکردن، میگفتن بیا بریم شکار. این چیزی هست که اینا حقیقت هست، فیلم ها، تصاویر همه موجود هست. و یک استانداری که میاد اونجا میگه فرض کنید اختلاف دو تا طایفه است، چرا این رو میان این مسئله رو اینقدر تقلیل میدن به اختلاف دو تا طایفه و یک خانواده؟ اصلا همچی چیزی وجود نداره. جمهوری اسلامی در دهه 70 وقتی به مسجد مکی حمله کردن و تعدادی از نمازگزاران رو اونجا شهید کردن، مجروح کردن، ببینید اون موقع هم هزینه پرداخت نکرد برای این جنایتش. سبب شد که بعد از اون هم در مواردی دست به خشونت و جنایت بزنه که خیلی در واقع به رسانه ها نرسیده. آخرین موردش در واقع بعد اون جمعه خونین زاهدان اتفاق افتاد، جمعه خونین خاش اتفاق افتاد، روستای گنیچ اتفاق افتاد، مواردی که بالاخره نیروهای نظامی با مسئولیت کاملی که دارن دست به اسلحه میبرن و کورکورانه به سوی مردم خانواده شلیک میکنن. چه تضمینی وجود داره که در آینده دور یا نزدیک مجددا نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دست به همچین جنایتی نزنه؟ چرا که این رو نشون داده، تجربه هم ثابت کرده. چرا ما بایستی هزینه جنایت جمهوری اسلامی رو ببخشیم بهش؟ چرا باید جمهوری اسلامی از پاسخگویی فرار بکنه؟ چرا باید جمهوری اسلامی مقامات مسئولان بیان با 1 میلیارد 500 میلیون بیان در واقع این جنایت رو بخوان اینطوری بپوشونن و پنهان بکنن؟ ببینید کسانی که در اون جلسه حضور داشتن، چه علما بودن، چه ریش‌سفیدان، چه معتمدین، چه هر فردی که اونجا به عنوان یک در واقع حضور داشته ازش دعوت شده بوده، باعث از خودش این سوال رو بپرسه اگر فردا همچین جنایت مشابهی رخ داد چی؟ که 100% هم رخ میده. چرا که جمهوری اسلامی ثابت کرده، نشون داده. چرا استاندار بیاد یک جنایتی رو که از در سطح ملی در واقع تصمیمش گرفته شده بوده، در سطح کلان بیاد این رو به یک اختلاف دو طایفه در واقع تشبیه بکنه؟ همچین چیزی نیست. از شورای امنیت ملی، از شورای تامین استان، نیروهای نظامی آمدانه و با قسی و قلب در واقع سوی جوانان و مردم شلیک کردن. یعنی یک جنایتیه که در دنیا و در تاریخ داخل و خارج ثبت شده. اصلا این مسئله مرتبط صرفاً با یک قشر خاص، یک جریان خاص یا یک عده معدودی نیست. این یک مسئله اجتماعی است که همه مردم بلوچستان رو به نوعی تحت تاثیر خودش قرار داده و تصمیمی هم که قرار گرفته بشه باعث نظرات عموم مردم نسبت به این نوع برگزاری نوع جلسات مد نظر قرار داده بشه. بسیاری از مردم هستند اصلا چه صلحی، هیچ چیزی عوض نشده. شاید در یک ساعت یک جلسه یک شوی در واقع از اون بیرون اومد یک سری اظهار نظرها، منتها نفس مسئله و اون تلخی این روز در واقع خونین در کام مردم ما تا ابد خواهد موند و هست. ولی من فکر نمی کنم که این از تبعات امنیتی و هزینه هایی که برای نظام جمهوری اسلامی تا الان داشته و در آینده خواهد داشت بتونه بکاهه این جلسه. هیچ وقت. من فکر می کنم بیشتر هم مردم واقعیت ها رو دیدن و اینکه جمهوری اسلامی یک جنایت رو مرتکب شد و اومد اون رو به جای اینکه عدالتی رو برگزار بکنه به عدالت رو هم تمسخر کرد و به نوعی مردم رو هم تحقیر کرد. مردم واقعا خیلی حقیقت رو اینجا با این جلسات برای اونها آویدا شد، مشخص شد و دیدن. بسیار عالی، سپاسگزارم جناب شیرانی، خیلی توضیحات کامل و مبسوطی رو ارائه فرمودید. من اصلا دلم نیومد با توجه به اینکه بسیار خوب و قشنگ این ماجرا رو به نوعی بیان کردید میون صحبتاتون بیام، اما به هر حال این درد بسیار بزرگی است و زخم عمیقی است که بر پیکره بلوچستان و بر قلب مردم بلوچستان نشسته و به این زودی‌ها قطعاً این درد ترمیم نخواهد شد. کوتاه بفرمایید جناب شیرانی، چون 2 تا مبحث دیگه رو هم می‌خوایم بهش بپردازیم، وقتم کم داریم، پیام‌های مردمی هم داره میاد و اگر وقتی باشه حتما پیام‌ها رو هم خواهیم خوند. کوتاه بفرمایید که ببینید از جمعه خونین 1401 در 8 مهر الان 3 سال گذشت. از همون ابتدا اگر بیایم ببینیم چه خانشی جمهوری اسلامی نسبت به این جنایت داشت، خب قطعا هممون یادمون هست که اول گفتن اینها یه عده آدمکش و معاند و تجزیه طلب بودن تا رسید به این که بیان اقرار به جنایت بکنن.
چه عواملی کوتاه بفرمایید باعث شد که اینها بالاخره بپذیرند که جنایتی بالاخره اتفاق افتاده؟ همین پذیرش جنایت به نظر شما آیا موفقیتی محسوب میشه برای مردم بلوچستان؟ ببینید اینجا موارد مختلفی به نوعی در این که جمهوری اسلامی مجبور شد اعتراف بکنه به اون جنایت خود دخیل بودند. یکی خود اون اقامت مردم بود، اون اعتراضات مردم بود که به صورت مداوم ادامه داشت. خود شخص مولانا عبدالحمید بود که پافشاری کرد برای اجرای عدالت و پیگیری خانواده های دادخواه. این یک حقیقت هست. بسیاری از مردم، از فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشر، رسانه هایی که در حوزه بلوچستان تمرکز میکنند و فعالیت دارند، اقشار مختلف، همه چه در داخل چه در خارج، به نوعی در این که جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به جنایتش اعتراف بکنه خب سهیم بودن، نقش داشتن، حالا هر کدوم به اندازه وسع و توانش. جمهوری اسلامی راه و چاره‌ای نداشت. وقتی دید که در 1.5 سال خیلی تلاش کرد که اعتراضات رو در همون روزهای اول در واقع سرکوب بکنه، با خشونتی که اعمال کرد در جمعه خونین زاهدان. ببینید در 13 آبان خاش هم همین جنایت رو مرتکب شد. هدفش چی بود؟ گفت که ما با مشت آهنین باعث این اعتراضات رو در نطفه خفه بکنیم، چرا که ما حاضر به پاسخگویی نیستیم و دست ما روی ماشه است. همین کار رو هم کرد. ولی دید وقتی مردم از موضع خودشون کوتاه نیامدن، اعتراضات فراگیر شد در همه شهرهای بلوچستان و برای خود اینها هم حقیقتا هزینه داشت. درسته که اینها نخواستند که این رو اعلام بکنن یا اعلام بکنن، ولی در عمل اون شرایطی که در خود سطح بلوچستان به وجود اومد، ماحصل این جنایت‌ها یک بیداری یعنی سراسری بود، یک بلوغ و شعور سیاسی رو مردم بلوچ از خودشون نشان دادن که در واقع الهام بخش کل اعتراضات کشور بود. یعنی ما اعتراضات رو در تهران داشتیم، در شیراز، در اصفهان، در نقاط مختلف کشور، ولی اعتراضاتی بود که شاید در 12 ساعت، 48 ساعت، 3 روز، 1 هفته بیشتر و کمتر اینها رو در واقع با سرکوبی که انجام میداد اینها رو جمع میکرد. ولی در بلوچستان ما شاهد بودیم با وجود این که سرکوب ها به شدت در واقع اونجا در جریان داشت، بازداشت های گسترده و فله‌ای بود، نیروهای نظامی از استانهای دیگه برای سرکوب مردم گسیل میکردن، ولی مردم ما شجاعانه، جوانان سینه هاشون رو سپر میکردن در مقابل نیروهای نظامی و از خواسته هاشون کوتاه نیامدن. تا 1.5 سال ادامه داشت، تا اینکه خود مولانا عبدالحمید هم از مردم درخواست کرد که شما حالا اعتراضات سکوت رو انجام بدید. خب در این مدت هم ارتباطاتی از سوی مسئولین استانی و کشوری، بعضا واسطه های برای مسجد مکی و معتمدین ارتباطاتی گرفته شده بود که بیاید این قائله رو شما جمع بکنید. جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که این رو همون قائله اول کاری بکنه که خانواده دادخواه اصلا شکایت نکنن، با تهدید، با تطمیع، ولی خب موفق نشد. در این مرحله وقتی رسید به 1.5 سال بعد از اون، یعنی اون سرکوب‌ها ادامه داد تا اینکه اقدامات مسلحانه علیه نیروهای نظامی شدت گرفت، تا جایی که جمهوری اسلامی در حال حاضر که من باهاش صحبت میکنم در هیچ کدام از محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان شبها و حتی روزها تردد نمیکنن، یعنی جرأتشو ندارن، یعنی اینقدر وضعیت براشون ناامن شده و مجبور شد دست به دامن کسانی بشه که یک روز اونها رو به نوعی تحقیر میکرد، از علما، از ریش سفیدان و کسانی که بالاخره ما میدونیم افراد صاحب نفوذ هستن. و وقتی دید هزینه های امنیتیش براش سنگین هست، نمیتونه از پس اونها برمیاد، ناچار شد این رو به عنوان در واقع یک جلسه ای رو برگزار کنه که خود مولانا عبدالحمید هم اعلام کرد روزنامه، که گفت یکی از دلایلی که ما این نشست گرفتیم که نیروهای نظامی در این وسط کشته نشن، که خیلی کمین میکردن و نیروهای نظامی رو میکشتن. ولی این یک واقعیتی هست. برای همین من میگم که پیامدهای امنیتی جمعه خونین تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، هزینه های امنیتیش برای جمهوری اسلامی حداقل در حوزه بلوچستان خواهد بود و بالاخره ناچار شد که بالاخره به نوعی این مسئله رو اعلام بکنه، اعتراف بکنه که این جنایت رخ داده و ما، ولی این که عدالتی اجرا نشده، این یک واقعیت هست. هیچ وقت خودمون رو فریب ندیم و کسانی هم که به نوعی در جلسات هم بودن باعث این رو
به مردم هم اعلام بکنن. بله بسیار سپاسگزارم. یه نکته ای رو من در فرمایشات شما اضافه بکنم و اون هم هشدارهای بین المللی است که بر سر جمهوری اسلامی است. جنگ 12 روزه‌ای که رژیم اسرائیل داشت با جمهوری اسلامی و بعد از اون مکانیزم ماشه و الان هم این احتمال وجود داره که هر آن یک خیزش سراسری در کشور شکل بگیره و کشور باز هم در معرض یک حمله دیگر است. این عوامل هم به حساب به این موضوعات مربوط هست، چون مسئله بلوچستان مسئله بسیار حساسی است برای جمهوری اسلامی و به هر حال با این روش‌های خودشون خواستن به نوعی از بلوچستان خیال خودشون رو به نوعی راحت بکنن. جناب شیرانی، حالا جمعه خونین اتفاق افتاد، 2 جمعه خونین زاهدان و خارش و این بگیر ببندها و اعدامها و بسیاری از اون مسائل دیگر. بارها مسئولین جمهوری اسلامی از جمله شخص ماهامی هم میگه مظلوم نمایی نکنید و نمیدونم اینقدر صحبت از تبعیض نکنید و حالا اشاره مستقیمش هم به سمت شخص شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید بود که به نوعی حالا باعث فریب یک عده جوون میشه که فکر احساس مظلومیت بکنند و دست به اسلحه ببرند و بعد کشته بشند و غیره و ذالک. و بارها هم اعلام کردند که ما دلسوز مردم بلوچستان هستیم، اما این دلسوزی ها با بستن مرز روتک داره خودش رو نشون میده که روزی اون مردم رو حدوداً هزاران نفر اونجا به هر حال رزق و روزیشون از اونجاست و بعد در کنار اون کودکانی رو ما شاهد هستیم که به دلیل نداشتن شناسنامه امروز مدرسه نمیرن و اینها سالهای قبل مدرسه میرفتن. این در حالیه که بچه های اتباع بیگانه، بچه های افغانی، بچه های غیر وزالکی که در کشور زندگی میکنن اینها حق حضور در مدرسه رو دارن، اما این بچه های بلوچ که اتباع بیگانه محسوب نمیشن جز کسانی هستن که درخواست شناسنامه کردن اما جمهوری اسلامی به درخواست اونا پاسخ نداده، اینها رو از مدرسه اخراج کردن. خبرها رو شما به نوعی منعکس کردید و بازتاب بسیار گسترده‌ای در تمام رسانه‌های بین‌المللی و حتی همین شبکه کلمه داشت. میخوایم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی چقدر صادق بوده نسبت به این که من اومدم و الان معذرت خواهی میکنم، در جمعه خونین عذرخواهی کردم و همونطور هم که شما اشاره کردید خب به هر حال اون کسانی که عامل اصلی این جنایت بودن نیومدن عذرخواهی نکردن، استانداری رو پیش کشیدن که من به زعم خودم مأموریتش همین بود که این قضیه رو جمع بکنه و به هر حال این مأموریت به نوعی به اتمام رسیده. استاندار رو هم به زودی، من اینجور فکر میکنم، به زودی ممکنه مأموریتش رو تمام شده حساب بکنند و جابجاش بکنند. جناب شیرانی، میخوام این سبک دست کشیدن رو سر مردم رو از جمله کودکان، یک کلیپ هم هست حالا قبل از اینکه فرمایشات شما رو بشنویم، کلیپیه که خود شما منتشر کردید در سازمان حقوق بشری هالوش در رابطه با کودکان اخراج شده از مدرسه. این کلیپ رو ببینیم و بعد توضیحات شما رو به صورت کامل میشنویم. نشان تکلیف بنده و پوشی روشن ببینید. دست میدم. احتمال 90% جوره. که چی یعنی زشته؟ لا باید که روای مسجده ساکت باید من کشتم میدونم. یه دسته کنم مسجد دسته کنم نبی مشکلی نه سی و اصلا هم شما را گی دبرو برای ما مسجد اگه تیره کنید جناب شیرانی، توضیحات شما رو از این همه مهر و محبتی که در مهر ماه بر سر مردم ایران اومده، از بستن مرز روتک تا اخراج بچه‌های بلوچ از مدرسه رو میشنوید.
متشکرم. من خیلی مختصر در رابطه با موضوعی که قبلی این رو اضافه بکنم که مصطفی مهامی نماینده علی خامنه‌ای یکی از آمران اصلی خلق جنایت جمعه خونین بوده و ایشون اخیراً هم تصمیم مطلبی رو به نقل از ایشون منتشر کرده بود که میگفت که ما، یعنی من مهامی، موضوع جنایت جمعه خونین رو به تهران به علی خامنه‌ای ارجاع دادیم، به شورای امنیت ملی، و اونجا رئیس جمهور، رئیسی و شورای امنیت ملی گفتن صلاح نیست که الان بیاییم و در رابطه با جمعه خونین حتی دلجویی بکنیم از خانواده ها یا عذرخواهی بکنیم یا حتی عدالتی رو اجرا بکنیم. همین مبحثی است که مال همین 3-4 روز پیش در واقع منتشر شده بود در تصنیم. این رو می‌خواستم بگم که عملکرد مصطفی مهامی دقیقاً خط و مشی علی خامنه‌ای هست، یعنی عاملان و آمران واقعی در واقع شخص علی خامنه‌ای و کسانی که منتسبین ایشون هستند که مصطفی مهامی نماینده ایشان هست در استان و بیشتر اتفاقاتی که رخ داده از زمانی که ایشون به این سمت منصوب شده زیر نظر ایشان هست. خدمت عرض بکنم که در رابطه با کودکان فاقد شناسنامه که خب ما موارد مختلفی رو در روزهای اخیر والا با شروع آغاز سال تحصیلی جدید خب خیلی گزارشات مختلفی به ما رسیده، ما هم تعدادی رو منتشر کردیم، با بسیاری از خانواده‌ها که صحبت کردیم گفتن که خب خیلی ها هستن، شاید بیش از 100,000 نفر، شاید 200,000 نفر، بیشتر و کمتر حالا از شهروندان بلوچ که شناسنامه ندارن. بعضی حالا دارن، بعضی ها تشکیل پرونده دادن، در حال بررسی است، اون فرایند تشخیص نسب و اینها در جریان هست. ولی در مدارس بسیاری از این بچه ها ببینید در حال تحصیل بودن، 3 سال، 4 سال، 5 سال مثلا در ابتدایی راهنمایی، ولی امسال از پذیرش اینها در مدارس جلوگیری شده و فیلم هایی که ما منتشر کردیم، اتفاقا یک فیلم بود که خیلی هم وایرال شد در شبکه‌ها و رسانه ها. این خانواده بچه‌شو برده بود در مدرسه استقلال در زاهدان که اونجا ثبت نام بکنن و ثبت نام نمی‌کنن و این کودک داره با غم و اندوه گریه میکنه. ببینید این یک نمونه کوچکی هست که ما میبینیم وقتی جمهوری اسلامی در این همه ثروت و منابعی که هست در کشور و اینها رو جاهای دیگه خرج میکنه، خب مردم خودش هم انتظاراتی دارن. حداقل در بلوچستان بالاخره اینکه این افراد همه بلوچ هستن، همه اصیل همون منطقه هستن، برای همه ثابت شده است، برای حکومت و برای مردم دیگه. ولی ما میبینیم که آمدانه از تحصیل کودکان بلوچ اینجا جلوگیری میشه. خب آینده این کودکان چی میشه؟ غیر از اینه که اینها بایستی دنبال شغل‌های کاذب برن، دچار آسیب‌های اجتماعی بشن، سرخورده بشن، عزت نفسشون از دست بره. الان مرزها رو همه رو مسدود کرده در منطقه ریگ ملک تا از میرجواد بگیرید تا زابل تا سمت چابهار. خب اکثر جمعیت، نصف جمعیت استان شاید در همین مناطق حاشیه مرز زندگی میکنن و امرار معاششون هم از همین گذرهای مرزی بوده که حالا گازوئیل جابجا میکردن یا یک کولیبری چیزی انجام میدادن. کل گذرها رو بسته تا جایی که خیلی از کودکان در واقع این که حالا غیر از اون مسائل فاقدین شناسنامه هزینه کیف و کتاب و دفتر و قلم و اینها رو ندارن، پوشاک و کفش. ما فیلم هاشون رو داشتیم منتشر کردیم. جمهوری اسلامی اینها رو نمیدونه، بله میدونه. و مسئول بستن گذرها یکی از کسانی که دخیل هست سردار خلیل آبادی هست، هم در واقع مشاور امنیتی نیرو انتظامی هم هست به نوعی و هم فرمانده سپاه هست که مستقیما به دستور ایشون مرزها بسته شده گذرها. و مردم در تنگنا و فشار هستند. حالا اینکه فشارهای مختلفی مرز رو میبندن، کودکان بیشناسنامه رو اجازه نمیده اینها درس بخونن، آینده اینها چی میشه؟ الان شما حساب بکنید در همین یک ماه اخیر شاید بیش از 1000 نفر بیشتر در شهرهای سیرجان، کرمان، رفسنجان، بندرعباس، جوانان رعنای بلوچ اونجا سر چهارراه‌ها و خیابون‌ها و معابر اونجا نشستن، زیر سایه درختان زندگی میکنن بدون امکانات که اونجا بتونن یک کارگری ساده بهشون بدن که همون کارگری ساده هم به اونها داده نمیشه. این آینده جوانان ما شده در نظام جمهوری اسلامی. حالا کودکانی که در این سنین خردسالی
که بایستی درس بخونن. از الان اون نفرت، اون تبعیض، اون در واقع جنایت جمهوری اسلامی رو میبینن، چه آینده‌ای در انتظار اینها هست؟ حتما جمهوری اسلامی برای آینده این کودکان که اینها رو به پای چوبه دار بکشونه برنامه و هدف‌های هست و قطعا هم اینطور میتونه باشه. وگرنه جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بایستی هزینه و شرایط تحصیل کودکان رو فراهم بکنه، شهروندانش رو. حتی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل رو هم پذیرفته و قبول داره. چرا به اینها عمل نمیکنه؟ خب خیلی از کودکان مهاجرین و اتباع هستن دارن درس میخونن، به اونها این فرصت داده شده، کار خوبیه، حق هر انسانی هست. چرا به شهروندان خود کشور در واقع این شرایط براشون فراهم نمیشه؟ حالا کیفیت تحصیل به کنار، اون محیطی که اینا تحصیل میکنن، مدارس فرسوده، مدارس کپری، نبود معلم، همه اینها، نداشتن هزینه کیف و کفش و مداد و دفتر، اینها به کنار، از این که اینها سر اون کلاس حضور داشته باشن، این رو هم از کودکان ما دریغ کرده. جناب استاندار چرا پیگیر این مسائل نمیشه؟ جناب علما و جناب معتمدین که در جلسات حضور دارن چرا این مسئله رو پیگیری نمیکنن؟ چرا جلسه‌ای در رابطه با همین مسائل و معضلات خانواده های فاقدین شناسنامه که جمعیت بسیار زیادی هم هستن، چرا از مسئولین نمیخوان؟ چرا مصطفی محامی رو نمیگن که این مسئله رو، مشکل رو حل بکنه، رفع بکنه؟ یا جوانانی که مرز بسته، گذر مرزی، بارها اعتراض کردن در منطقه میرجاوه و این مناطق، ولی کو گوش شنوایی؟ مرز کماکان بسته است، مردم در نهایت تنگنا و فشار هستن، مخصوصا با این وضعیت اقتصادی و این تحریم‌های جدیدی که قرار اعمال بشه. واقعا انسان حیران میشه که چطور این مردم ما آینده، حالا در روزهای آینده، در ماههای آینده، چطور میخوان با این شرایط سخت کنار بیان. بله بسیار عالی جناب شیرانی، بسیار بسیار توضیحات کاملتون رو واقعا من خودم استفاده کردم. اینکه کودکانی که امروز از مدرسه اخراج میشن آیندهشون چیه؟ آیا جمهوری اسلامی برای اینا برنامه‌ای داره برای اینکه به هر حال چوبه های دار اینها خلوت نشه، به نوعی اینها برن به سمت خلاف و قاچاق و غیر و ذالک؟ و به هر حال نیاز داره یه جوری دیگه این کشتن انسان ها رو، اینها عاقبتشون چی میشه؟ بیاید فکر بکنید بینندگان عزیز، اندکی فکر بکنید. اگر فکر و اندیشه‌ای وجود داشته باشه در جمهوری اسلامی نمیاد همچین کاری رو نمیکنه. یه نکته دیگه رو من اینجا بگم. بنده الان 3 سال در اروپا زندگی میکنم، دارم به جرئت میگم این رو بینندگان عزیز، هر کسی اینجا ورود پیدا کرده به صورت غیر قانونی هم حتی زندگی بکنه، اگر فرزند خردسالی داشته باشه، زیر 18 سال داشته باشه، هر دولتی در اتحادیه اروپا مکلف هست بدون اینکه بگه پدر و مادرت کجا زندگی میکنن، این بچه رو در مدارسش بپذیره و این رو از حق تحصیل طبق کنوانسیون حقوق بشر در مورد کودکان این رو بپذیره و در مدارسش جا بده. حالا بیاید ببینید در بلوچستان عزیز ما بچه های بلوچی که خودشون صاحبان اون مملکت هستن، صاحبان اون سرزمین هستن، چگونه از حق تحصیل محروم میمونن، چگونه از حق اشتغال محروم میمونن. گذرگاه مرزی که سالیان سال محلی بود برای ارتزاق مردم، امروز بایستی بشه محلی برای یک عده‌ای که مثلا یک افرادی رو بیان تحت حالا رانت یا غیره و ذالک اونجا اجازه بدن تا بدن کارهای خودشون رو بکنن. من تشکر میکنم جناب شیرانی عزیز از شما عزیزان بیننده که پیام دادید، کاملا عذرخواهی میکنم. اگر وقت هست بازم اون کلیپ شهدای جمعه خونین پخش بشه در پایان صحبت‌های ما بسیار بسیار عالی میشه. ممنونم از شما، به امید پیروزی حق بر باطل و به امید روزی که عدالت به معنای واقعی در تمام ایران و سرزمین بلوچستان جاری و ساری بشه. یا حق، خداحافظ.